سلام جوانان نوجوانان، امید که جور و صحتمند باشید. عیدای شما هم مبارک باشد دیگه. عید قربان در نظر از ما عید بندگی و بخشندگیه. عیدیه که انسان باید نفس خورا قربانی کنه. انسان باید خواهشای به جای خورا کس قربانی کنه. انسان توقعهای به جای خورا باید قربانی کنه. و انسان باید حیوانی که در درونش وجود داره برای ازی که حق مردم را ناحق کنه یا خدای نخواسته در حق مردم تجاوز کنه یا خدای نخواسته در ناموس مردم تجاوز کنه، او حیوان را انسان باید سرزنش کنه و سر از او حیوان را باید ده که هیچ وقت در درون انسان و حیوان سربال نکنه برای حق مردم خورده، برای ظلم کدو، برای ستم کدو. او زمان قربانی که است معنای واقعی خود را پیدا منه. انسان باید برای رضای خدا از کارهای زشت و ناپسند که است دوری کنه. او میشه قربانی. یک دانه گوسفند، یک دانه گاو یا یک دانه بوز جای را نمیگیره. یا علی.